و خواهران عزیز، مثلا وقتی که ما در قلمرو روسیه زندگی میکنیم، برای ما خیلی مهمه که کتاب‌هایی باشن که به زبان تاجیکی، به زبان مادری خودمان باشه که ما بخوانیم، فرزندهای ما هم بخوانند، از زبان خودشان دور نشن، هر عرف و عادت خودشان دور نشوند. یکی از کتاب‌های بهترین که در دست ما است، باغ اخلاق نیکوکاران، که برای ما و فرزندان خیلی مهمه. اخلاق بهترین در ما و فرزندای ما باشه. مثلا در اینجا قصه های عالم ها، گذشتگی ها، نوع صبر، مثلا صبر چند نوع داره و بسیار دیگه نصیحت و مثلا قول های علما است که برای ما خیلی مهمه. مثلا این کتاب 240 صفحه عبارت است. همین کتاب مثلا نرخش پشتش قریب 500 روبل میشه. کجایی که دیدن باشین روی کردنش ای طرف ما است. کتاب نماز مرحمت که درباره نماز است. کتاب رکن‌های ایمان درباره ایمان است. کتاب درباره حبیب خدا علیه السلام و کتاب روزه. خدا همه ما را نگهداره. این آن دنیای ما بخیر بگردونه. آمین یا رب العالمین.